با جادوی کایری ایرینگ آشنا بشین. گوس پیچش کرد. ببین واقعا همچین شد، یه همچین تعادلی موقعی همچین سیو واقعا افتضاح سخته. اینجا که اصلا استفاق انداخت تو چون فیل وای رید به یارو. حاجی یارو زانو زد جلوش بی خیال. وای تو بروکلین واقعا اوجش بود پسر، چجوری گوس پیچ کرد اینو. مارکوس اسمارته؟ نه اون نه. حاجی بوف رید به یارو. حاجی بیخواد نیست که سلتیکس اینقدر از کایری بدش میاد. حاجی همه رو چپ و راست نفله میکنه، تو فقط نگاه کن چه هندلینگی داره انجام میده. حالا هندلینگش یه طرف، اون لیاپ هایی که تو افتضاح ترین شرایط ممکن گل میکنه رو یه طرف. چه استبکی زد با بی خیال. این بازیکن افسانه‌ایه، 100 سال دیگه هم بازیکن مثل کایری ایرینگ نمیاد. بی خیال پسر خدا. این وای روانیتم.